سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوام در مورد تعویض پوسته شیر رادیاتور براتون توضیح بدم. گاهی اوقات ما میخوایم شیر رادیاتور رو ببندیم یا اینکه بازش بکنیم، این پوسته رو میچرخونیم، میبینیم که هیچ در واقع شیرمون باز و بست نمیشه و پوسته به صورت هرز میچرخه. این پوسته رو بایستید بازش بکنیم و پوسته جدید رو تهیه بکنیم، چون ممکنه که از داخل شکسته باشه و در واقع وقتی ما میچرخونیم هیچ شیر رو باز و بست نمیکنه. حالا چطوری میتونیم اینو بازش بکنیم و تهیهش بکنیم؟ ببینید در این قسمت یه پیچ 4 سو داره. حالا میتونید با پیچ گوشتی 4 سو این رو بپیچونید، 4 سو رو قرارش میدید و میچرخونیمش تا پیچ باز بشه. من این کار رو انجامش میدم، پیچ رو بازش کردیم و این رو بیرون میکشید و همونطور که میبینید در میاد. ببینید بعضیا مثل این حالت هزار خاری داره، شیار داره و هزار خاری هست. بعضیا هم به صورت مربعی هست در داخل این و اینجا هم به همین صورت مربعیه در قسمت روی مغزی شیر. اینو باید مد نظر داشته باشید دیگه. اگر میخواید تهیه بکنید یا این نمونهش رو ببرید یا اینکه اونجا بایستی بگید که به شکل هزار خاریه یا اینکه به شکل مربعیه که بتونید عین خودش رو تهیه بکنید. این در این قسمت داخلش، در این قسمت داخل ممکنه ترک بخوره یا اون قسمت هزار خاریش دیگه خراب شده باشه و وقتی ما شیر رو میپیچونیم به صورت هرز میچرخه و شیرمون رو در واقع مغزی شیر رو باز و بست نمیکنه. پس این رو تهیهش میکنید، نمونهش رو میبرید تهیه میکنید، دوباره سر جاش نصبش میکنید، دوباره قرارش میدید سر جاش و با 4 سو، حالا اگه 2 سو بود که خب با پیچگوشی 2 سو این رو میپیچونید تا سفت بشه. اینم باید حواستون باشه دیگه، خیلی نپیچونید که سفتش نکنید که باز از داخل ترک بخوره و بشکنه. این طریقه تعویض کردن این شیر بود که پوسته شیر بود که براتون توضیح دادم. ممنونم از شما.